وضعیت در بدخشان همان و همان حالت بحرانی و وضعیتی بدی که قرار دارد. مردم را با زوری به خانه هایشان در آمده و میخواهند که امضا گذارند تا در هیچ میتینگ و تظاهرات و هیچ همراهیت با مردم بدخشان نمیکنم. اگر کردم مرا زندانی نماید. چون این امضاها را از آنها میگیرند و در چندین منطقه ها حتی از خانه برآمدن جوانان و اهالی منطقه ها ممنوع است که نباید از خانه هاشان بیرون شوند، باید که در خانه ها باشند. البته چون که اکای علیم در یک پست خود در فیسبوک نوشته بود این یک راه و چلی همین گنرال نوجوانوف است تا اینکه میخواهد عبدالله نوجوانوف با همین شکل محمد باقر را بازداشت نماید، ولی چون جوان ها میبرایند بیرون باید نبرایند از خانه ها بیرون تا اینها این عملیات خود را انجام دهند. خوب دیگر اگر عبدالله نوجوانوف اگر گنرال برای مردم بدخشان دشمن باشد، خوب دیگر این را ما در آینده خواهیم دید که آیا اون به این افکار یعنی انجام میتید یا نمیتید. ما تا امروز همیشه کارهایی که انجام دادیم و انجام داده ایستادیم برای نیک و احوالی و برای بهتر شدن وضع سیاسی، وضع آزادی ملت و بیان اندیشه هاست که شکر خدا اگرچند نه به آن درجاتی که در داخل کشور مردم توانند آزادانه یعنی حرف دل خود را بگویند، ولی تا جایهای موفق به این کار شدیم و این کار خودش دلالت بر آن میکند که تمام برادران و خواهران مبارزی که در این سمت مبارزه میبرند، مبارزه های ما الحمدلله ثمره های خوب خود را داده ایستادند و بسیج شدن مردم و اتحاد شدن مردم خودش دلالت بر آن میکند که این ملت و مردم دیگر تشنه آزادی اند و میخواهند که از این رژیم آزاد شوند. راست دیگه با مو میگه پامیر الحمله پامیر تمام جا ما مردم میریم، ما وحدت ما تمام جا میریم، اما یگم نمود بود در تبا مهمان دوستان که مهمان دارید میکنه یگم پرابلم نیست، پروسته این جنگ انداز میدرو و پامیری ها را سیاه میکنه، کلابی ها را در پامیری ها سیاه میکنه. بله آزی دانی مامن دانی مودم کم تاریخی است رو گرفته استایده بوار که ایال اب قپیده برده سیان کدام آدمایی که چه برده محکم کردن برده همی کنکریت نه پول گرفته استیان پول گرفته استیان نمخه برده ای جان بیزارشون کرگن شتابی که اگم لیش نگاب نزنم ما آدمایی که پیشنه که بودم ما آدمایی که کمتر گاب میزن رنگی مانند امردین علوات شایفی را که مانند یگم آدمایی که بزرگن گویم همه را برده همی شکست داده استیان مایل شکست همی ایجاتی مالی ایجاتی قوای همه طرف شکستشون داده استیان ای برامده گفته سه کیم گپی کیم گجارا گفته سه برای هم خیلی آدمو میگم که همی بس کنه انشاءالله این نزدیک او قد دیر نمونده نزدیک مونده انشاءالله بردورید همه وقت حق اسلام نزدیک شکست ظالم نزدیک انشاءالله لف الله حفظ کنه شما را و خداوند جوانان با غیرت ملت بیشتر کنه. هر چقدر جوانان با غیرت میبینیم ایمانم بیشتر میشود، چون که رسول اکرم صلی الله علیه و وقتی دعوت میکرد و اصحابش میدید که ایمان می آوردن و مردم مکه یا اینکه در مدینه هر چی به ایمان آوردن مردم رو باور کردن به دین او به رسالت او، رسول اکرم محبتش بیشتر میگشت و خرسند میگشت. وقتی شما را میبینم که هر کدام شما حقیقت فهمیده، دوستان از دشمنتون شناخته، من اگر یگان گپ دروغتون گفته باشم ببروی بگه که من با دروغ میگوی، من بگم خلاص بخشش میپرسم یا دکزتم کنیم من رحمانوف چی گفتم که او را دروغ بوده است. ما تو امروز برای آزاده، برای رستم، برای تخمینه، برای رخشانه، برای شمس، برای زهیر، برای یعنی اسماعیل، برای اشرف، برای جمالدین، برای قدیمی هم یا من گپ زدم که غلط کردم یا تهمت کردم هر چی یک گفتم که محمد اقبال 100% درسته، ما یگم چی نیستیم، ما راست گپ طرفدار حق، ما طرفدار یگم طرف نیستیم. میگن گروه هر وقت دیگه طرفدار من از جمهوری کردم زیدی من شه، اگر تو زیدی من شه تو ایمان نداری.
هر وقت دیدی که من انشاءالله برای که در راه حقم تو من اکم کمک وظیفه این بوده. وقتی دیدی که من از راه حق برگشتم پس جانبداری کردن از من این بدبختی است. هر وقتی من نعوذ بالله تو نکنم من بکشه خداوند از اینکه در دست این امتیه شهادت بالاتر است. ولی وقتی من دیدی که در جای امردین شتگی میگم ای مردم رحمان و خدام خوبه همونجا تلویزیون را بکش بگو که محمد اقبال توکل به خدا بر بگو مقطع نیستیم. هم یک چیز دیگه اکای محمد اقبال که همین حتی حضرت عمر هم رضی الله عنه در منبر میبرو میگه که اگر که من راه خطا در رفتم فرض کردیم که اگه راه غیر اسلام میگه من چیکار میکنیم بعد یک امو چیزش میخیزه میگه که و شمشیر دی خودت راست میکنه میگه. بله ما را مقوله معروف حضرت. بله ان شاء الله. سلامت باشی برادر لیف الله. الله اکای محمد اقبال خداوند نگهدارتون باشد. الله نگهدار.